وزیر دولت در امور قوای مسلح بریتانیا میگوید کشورش بر ادامه تلاش‌ها در بخش ظرفیت‌سازی نیروهای امنیتی افغان جهت معیاری ساختن برنامه‌های آموزشی در اردوی این کشور به سطح بریتانیا مصمم است. وی میگوید ما می توانیم افراد بیشتر را در اکادمی های سندهارس، کارنول و نیوی آموزش بدهیم چون این آموزش ها را داده می توانیم، اما بر علاوه آن ما در اینجا ظرفیت سازی می کنیم تا شما مردم خود را با کیفیت همسان مانند بریتانیا آموزش بدهید. هدف ما همکاری با شما در این زمینه تربیت افراد شایسته مانند اینها که در اینجا حضور دارند است. در این حال بهزاد بهنام حیدری یکی از افسران اردوی افغانستان که اخیراً با کسب درجه عالی در اکادمی سندهارس بریتانیا از سوی ملکه آن کشور با اهدای شمشیر افتخاری تقدیر گردید، بر استفاده از این آموزه‌هایش در دفاع از تمامیت ارضی کشور تاکید می‌ورزد.